برگردون. 76% احتمال داره که نتونین توپو گل کنی. اونا احتمال خطاشون زیاده. هرچی باشه اونا انسانه. ولی اگه انسان نباشن چی؟ خانم ها و آقایان، آینده فوتبال رو معرفی میکنم. جایگزین های ژنتیکی. تصمیم گیری بی ایوان است و نتایج کاملا تضمین شده همون چیزیه که مردم میخوان. فوتبال تغییر خواهد کرد. یه حرکت از نیمار، اولی رو دیرین میکنه، دومی هم همینطور، ولی سومی توپش رو میزنه. این گونه تو این بازی انگار همین بازیکن همیشگی نیست. اینا سرگردون از دوران وقتش نمی فاصله گرفته. همین تمومه. حالا میریم سراغ بسکتبال، ورزشی که طرفدارای خیلی زیادی داره. قبل از کمپانی بی ایوانکس فوتبال یه پدیده غیر قابل پیش بینی بود، ولی من تغییرش دادم. به نظرتون بازیکن خوب کجا؟ منظورتون اینه که دارن چی کار میکنن و کجا؟ چه فرقی داره؟ کتاب زلطان من زلطانم. زلطان بودم داشت مشتری این کتاب میگم صاحب مغازه در جریانه. بذار خودم بگم همون تیر قبلیه. براتون شیمیون کنم. ما اینجا چی کار میکنیم؟ تا تلاش کنیم برای نجات فوتبال. از سلیقت خوشم اومد. بازی که ما عاشقشیم داره از بین میره. جایگزینا دارن نابودش میکنن. ما باید به خودمون بیایم. باید میخوام بدارم فیسبوک گلاره. مدلمون میخواد ما رو نابود کنیم، ولی اونا شکست ناپذیره. زلطان موافق. هیچ کس فکر نمیکنه اونا شکست بخورن، ولی شما میتونید. شما میتونید این کارو بکنید. من کاملا حاضرم. منظورم همتونید با هم به یاد بیارین چی باعث شده که یه بازیکن بزرگ بشین. شما از خطر کردن نمیترسین. فوتبال عشق شماست، ولی اونا فوتبال فقط به خاطر پولش میخوان. شما همه چیزتون رو برای پیروزی گذاشتین، تمام توانتون رو. هیچ چیز بدتر از این نیست که فوتبال قابل پیش بینی باشه. بازیکن‌های معروف به میادین فوتبال بازگشتند. آنها در یک کنفرانس خبری جایگزین‌ها رو به یک مسابقه با پاس گل طلایی دعوت کردند. این جوجو رو ببین. هیچ چیز بدتر از این نیست که فوتبال قابل پیش بینی باشه. شلوغ‌تر میخواد. این شغل چی؟ به این میگم